بیایید به یک سفر دور و دراز به دوران اولیه تاریخ سومین پیامبر برویم. جایی برویم که حضرت ادریس زندگی میکردند. اگر برای شنیدن داستان زندگی پر از ماجرای حضرت ادریس آماده هستید، ویدیو را با هم شروع میکنیم. یکی از پیامبرانی که نامش در قرآن 2 بار آمده و به عنوان پیامبر صدیق یاد شده است، حضرت ادریس است. حضرت ادریس سومین پیامبر تاریخ است که در بابل شهری در عراق کنونی به دنیا آمده است. اما بعضی منابع میگویند که او در مصر متولد شده است. اما به هر حال او قبل از دریافت وحی از قوانین نازل شده به حضرت شیث پسر آدم پیروی میکرد. وقتی که ادریس بزرگ شد، خداوند به او نبوت عطا کرد. در زمان حیات او همه مردم هنوز مسلمان نشده بودند. پس از آن ادریس زادگاهش بابل را ترک کرد، زیرا تعداد زیادی از مردم مرتکب گناهان زیادی شدند. عده‌ای از افراد با ادریس رفتند. ترک خانه برای آنها بسیار سخت بود. از حضرت ادریس پرسیدند اگر بابل را ترک کنیم، جای مانند آن را در کجا خواهیم یافت؟ حضرت ادریس فرمود اگر در راه خداوند هجرت کنیم، او به ما روزی می‌دهند. پس مردم با حضرت ادریس رفتند و به سرزمین مصر رسیدند. آنها رودخانه نیل را دیدند و در آنجا مسکن گزین شدند. 30 صحیفه از کتاب‌های آسمانی بر او نازل گردید تا قبل از ایشان مردم برای پوشش بدن خود از پوست حیوانات استفاده می‌کرد. او نخستین کسی بود که خیاطی کرد و طرز دوختن لباس را به انسان‌ها آموخت و از آن پس مردم به تدریج از لباس‌های دوخته شده استفاده می‌کردند. او بلند قامت و تنومند و نخستین انسان بود که با قلم خط نوشت و بر علم نجوم و حساب احاطه داشت و آنها را تدریس می‌کرد. کتاب‌های آسمانی را به مردم می‌آموخت و آنها را از اندرس‌های خود بهره‌مند می‌ساخت. از این رو نام او را ادریس نهادند. در عصر او پادشاه ستمگری حکومت می‌کرد. ادریس و پیروانش از اطاعت شاه سرباز زدند و مخالفت خود را با طاغوت آشکار ساختند. از این رو آنها را از طرف دستگاه آن شاه جبار به عنوان رافضی، یعنی ترک کننده اطاعت شاه خواندند. روز شاه با نگهبانان خود در بیابان به سیر و سیاحت و شکار مشغول بود که به زمین بسیار خرم و شاداب رسید. پرسید این زمین به چه کسی تعلق دارد؟ اطرافیان آن گفتند به یکی از پیروان حضرت ادریس تعلق دارد. شاه صاحب آن ملک را خواست و به او گفت این ملک را به من بفروش. او گفت من عیالبار هستم و به محصول این زمین محتاج‌تر از تو می باشم و به هیچ عنوان از آن دست نمی کشم. شاه بسیار عصبانی و خشمگین شد و با حال خشم به قصر آمد. چون همسرش او را خشمگین یافت، علت را پرسید و او جریان را بازگو کرد و با همسرش در این مورد به مشوره پرداخت و به این نتیجه رسید که راهنمایی ادریس مردم را بر ضد شاه پرجرأت و قوی‌دل کرده است. همسر شاه که یک زن ستمگر و بیرحم بود گفت من تدبیری میکنم که هم تو صاحب آن زمین شوی و هم مردم با تبلیغات رام و خام شوند. شاه گفت آن تدبیر چیست؟ زن که حزب به نام چشم کبودها از افراد خونخوار و بیدین تشکیل داده بود به شاه گفت من جمعی از حزب چشم کبودها را میفرستم تا صاحب آن زمین را به اینجا بیاورند و همه آنها شهادت بدهند که او آیین تو را ترک کرده، در نتیجه کشتن او جایز می شود. تو نیز او را می کشی و آن سرزمین خرم را تصرف می کنی. شاه از این نیرنگ استقبال کرد و آن را اجرا کرد و پس از کشتن آن مرد کشاورز زمینهای او را تصرف و غصب کردند. حضرت ادریس از جریان آگاه شد و شخصا نزد شاه رفت و با صراحت به او اعتراض کرد. آیین او را باطل دانست و او را به سوی حق دعوت کرد. سرانجام به او گفت
اگر توبه نکنی و از روش خود برنگردی به زودی عذاب الهی تو را فرا خواهند گرفت و من پیام خود را از طرف خداوند به تو رساندم. همسر شاه به او گفت هیچ ناراحت مباش، من نقشه قتل ادریس را طرح کرده ام و با کشتن او رسالتش نیز باطل می شود. آن نقشه این بود که 40 نفر را مخفیانه مأمور کشتن ادریس کرد، ولی ادریس توسط مأموران مخفی خود از جریان آگاه شد و از محل و مکان همیشگی خود به جای دیگر رفت و آن 40 نفر در طرح خود شکست خوردند. مدتها گشتند تا اینکه عذاب قحطی کشور شاه را فرا گرفت. کار به جای رسید که زن شاه شبها به گدایی می پرداخت تا اینکه شب سگها به او حمله کردند و او را پاره پاره کردند و دریدند. بلای قحطی نیز 20 سال طول کشید و سرانجام آنها که باقی مانده بودند به ادریس و خدای ادریس ایمان آوردند و کم کم بلاها رفع گردید و ادریس علیه السلام پیروز شد. روز خداوند به ادریس خبر داد که هر روز تا آخرین نفس ثواب تمام اعمال نیکی را که انسان انجام می‌دهد دریافت می‌کند. حضرت ادریس از این خبر بسیار خوشحال شد و خداوند را به خاطر همه نعمت‌هایش بی نهایت شکر کرد. اما ادریس کاملا پیر بود و کاملا آماده نبود که زمین را ترک کنند، زیرا از پخش خیر لذت می‌برد. پس تصمیم گرفت با فرشته مرگ صحبت کند و از او بخواهند که مرگش را به تأخیر بیاندازند. فرشته با درخواست ادریس موافقت کرد و تصمیم گرفت که همراه با ادریس با فرشته مرگ ملاقات کنند. فرشته در حالی که حضرت ادریس را بر بالهای خود داشتند به آسمان 4 رفت و با فرشته مرگ ملاقات کردند. صحابی عزیز به فرشته مرگ گفت ادریس نبی میخواهند بدانند که آیا میتوانی عمرش را طولانی کنی؟ فرشته مرگ ماد مبهوت شد، پاسخ داد ادریس کجاست؟ فرشته پاسخ داد او پشت من است. فرشته مرگ پاسخ داد چه شگفت انگیز. و من گفتند که در آسمان 4 جان ادریس را رها کنم. مدام به این فکر میکردم که چگونه میتوانم آن را در آسمان 4 وقتی که او روی زمین بود متوقف کنم. و همینطور که خداوند به فرشته مرگ دستور داد روح ادریس در آسمان 4 قبض شد. ممنونم که تا اینجا با ما همراه بودید. تا ویدیوی دیگر بدرود.